دامنی که دارید می‌بینید یه دامن کمر کشدار و قاعدتا بدون الگو هستش. من 2 چین انتخاب کردم. میتونید 3 چینش هم بدوزید یا فقط یه چین باشه با یه پارچه. تمام جزئیات رو داریم تو آموزش و اینکه میتونید برای بچه‌ها هم بدوزید و یا برای بزرگسال. پارچه‌ای که میخوایم باید ریزش داشته باشه، یعنی با پارچه خشک اصلا این مدلی نمیشه. من گفتم از 2 تیکه پارچه استفاده کردم. کش پهن لازم داریم. حالا کشی که من داشتم در واقع کمربند بود که حالا توضیح میدم چطوریه. من میخواستم چین پایینش خیلی زیاد باشه، پس از 2 تیکه پارچه استفاده کردم برای پایین دامنم. قدش هم که کاملا به دلخواهه. اگر بخواید 3 چین باشه شما یه تیکه دیگه به اندازه قدی که میخواید اضافه میکنید. این برای تیکه بالای دامنم است. این قسمت بالا رو با عرض کمتری گرفتم. حالا شما اگر بخواید میتونید به همون اندازه بگیرید. مقدار چینش هم کاملا دلخواهه، ولی از 2.5 برابر دور باسنتون شروع میشه و بیشتر که دیگه از 3 برابر بیشترش خیلی زیاده. من اینجا دارم اندازه پارچمو نشون میدم و بعدش میرسیم به کمربند و کشی گفتم. عرض کش من 5 سانته، میتونه کمترم باشه و عرضای بیشتر که دیگه از 5 سانت بیشتر نمیشه. من کمربند داشتم تو خونه که از اون استفاده کردم که باید سگکشو بردارم. شما میتونید از کش آماده استفاده کنید یا مثل من اگر کمربند دارید استفاده کنید. اولین کاری که میکنیم تیکه پایین پارچمون رو میدوزیم و چین میدیم. چین دادنش هم یه کار ساده ای هسته. شما خیلی آهسته این نخ رو میکشید و از یک طرف چین رو نمیدید چون خیلی زیاده ممکنه پاره بشه. من اول یک طرف رو تا وسطاش چین دادم و دوباره اومدم از یک طرف دیگه یه پارچه چین دادم. این قسمت خیلی حوصله میخواد و نباید با عجله انجام بدین چون نخ پاره میشه و دوباره کار میشه. نکته که وجود داره اینه که دوختی که برای چین میزنید باید 1 سانت حداقل فاصله داشته باشه با لبه پارچه. الان این قسمت چین داده شده و تموم شده و میخوایم ببینیم که چطوری باید به قسمت بالای دامن وصل بکنیم. حالا قسمت بالای پارچمون رو میاریم. دیگه این چینی نیاز نداره چون قراره بالاش کش دوخته بشه و خودش چین میخوره. قسمت روی پارچه رو میذاریم روی دامن که پارچه من تک رنگ است و پشت و رو نداره، البته قسمت بالاش، و این قسمت روی چین دوخته میشه و نحوه دوختش هم اینطوریه که شما رو همین خط دوخت پیش میرید و میدوزید. الان من یه قسمتایشو اینجا گذاشتم. اینجا هم جایی که بهتر حوصله به خرج بدید و خیلی آهسته کار رو پیش ببرید. چون اگر بخواید با سرعت پیش برید دوخت زیرتون که برای چین بوده دیده میشه و مهمتر این که چینش زیاده پارچتون یه مقدار بالا پایین میشه چون ریزش هم داره. حالا این قسمت دوخته شده، ببینید به چه شکلی شدش. برای کسایی که میخوان لاغرتر دیده بشن بهتره کمچینش کنن و اینکه قدش رو بلند بگیرن. قد کوتاه پرچین خب آدم رو توپلتر نشون میده و مناسب این اندام نیستش. این قسمت دوخته شده. دامن من میبینید که 2 تا درز داره، هم قسمت بالاش هم قسمت پایینش. اینجا رو کاملا اتو میکنیم که چین خیلی پف وای نسته و بهتون گفتم پارچه نباید پارچه خشکی باشه چون اصلا قشنگ نیستش روی این. حالا میرسیم به دوخت کش. ببینید کش ما باید کشسانیش به اندازه باشه، یعنی اگه کش خشک و سفتی باشه اصلا مناسب دامن نیست. نگاه کنید چقدر کش میاد. این کمربند خیلی نرم بود و به خاطر همینم بود که انتخاب کردم. و این قسمت رو ببینید بالای دامنمون اول همین قسمتاشو سردوز میکنیم و بعدش که سردوزمون تموم شد میرسیم به قسمت کش دوزی. من دارم قسمت لبه بالا رو که قراره کش دوخته بشه کاملا سردوز میکنم که زیر کارمونم تمیز باشه. سردوز همه قسمت ها تموم شدش. این بالای کار و این توی کار و دوباره اتو کردم و حالا میرسیم به قسمتی که باید کش رو بدوزیم. بعد از این تمیزکاری ها این لبه پایینش هم من سردوز کردم که دیگه کار سردوزم کلا تموم بشه. حالا شروع میکنیم به دوخت کشش. برای این روش کش دوزی خیلی راحت دوختش، ولی مثل همون چین دادم باید خیلی با دقت انجام بدیم. میزانی که کش رو باید بکشیم و برای اینکه این لباس دامن چینش زیاده من اومدم قسمت وسط کش رو مشخص
مشخص کردم که راحت پیش بره. قسمت وسط کش رو علامت میزنیم، من سوزن ترکیب گذاشتم، و قسمت وسط دامن رو، این دوتا رو میذاریم رو هم که بتونیم اول اندازه کش رو مشخص بکنیم، چون هر چقدر بخوایم ما از لبه به اندازه بیایم ممکنه اندازش کم و زیاد بشه و یه جایی کمچین و پرچین بشه. اگر از این روش استفاده کنید چیناتون به یک اندازه میشه. حالا ببینید من دارم چیکار میکنم دیگه، در ادامه توضیحاتشو میدم. من قسمت وسط کش رو گذاشتم، حالا دوباره این کش رو میکشم و به لبه دامن میرسونم. حالا اگه بتونید اون وسط رو یه تیکه رو بدوزید که بهتر میشه، و این قسمت لبه دامن رو، و دوباره از این دو قسمت بازم قسمت وسط دامن رو مشخص میکنیم. بهتون گفتم چون چینش خیلی زیاده، اندازه کمی نیست که بخوایم تو دو قسمت مشخص کنیم، و اینجا رو کامل میکشیم. اولش به نظرتون ممکنه زیاد بیاد کشیدن کش، ولی خب همین اندازه هستش، اندازه کمرمونه. و توضیحی که جامون اینه، کش رو ما میتونیم به اندازه 1/5 اندازه پارچمون بگیریم، چون که خیلی پرچینه. اگر بخوایم خیلی کمچین باشه اندازه 1/3 میگیریم. حالا ببینید من دارم تیکه تیکه این قسمت ها رو میذارم با سوزن که بعدش شروع کنم به دوخت. خب کار با چرخش هم ببینید خیلی آهسته پیش میریم. الان یه قسمت رو دوختم، داخلش رو ببینید چطوری شده، و دوباره روی کارش و داخل کارش که دارم تیکه تیکه میذارم شما ببینید. این قسمت رو نگاه کنید، نخ رو مشکی کردم چون کشمون مشکی بود و نخ زیرش هم که قرمزه. حالا این جزئیات رو قطعا خودتون بلدید، برای کسایی که مبتدی هستن من گذاشتم. ببینید چقدر دارم کش رو میکشم و چقدر آهسته پیش میرم. اندازه سوزن و اندازه دوختم که باید خودتون تنظیم کنید برای کش دوزی، به جنس پارچه و مدل چرخ هم بستگی داره همه اینا. خب الان دوخت کشمون تموم شده و دیگه کارهای اصلی دامن تموم شده، مونده درز پهلو و دوخت لبه پایین که میتونید زیگزاگ یا سردوز هم انتخاب کنید و دیگه لبش دوختی نداشته باشه، به دلخواه خودتونه. این قسمت رو نگاه کنید، دو تیکه هستش. اول این قسمت ها رو روی هم قرار بدید اگه دامنتون 2 تیکه یا 3 تیکه باشه، و بعدش بدوزید که این دوخت ها بالا پایین نداشته باشن. و گفتم که میتونید برای بچه ها بدوزید. یه نکته هست که برای دوخت لباس بچه ها دوست دارن لباس راحت باشه و بهتره کشتون خیلی محکم نباشه، خیلی راحت باشه برای بچه ها که کمرشون اذیت نشه. کارهای پایانیش هم دارید میبینید همه دوخت ها رو که به چه صورت هست. دوخت بود، سردوز و دیگه دامنمون آماده شده. سعی کردم خیلی ساده و روون آموزش رو بذارم برای کسایی که به الگو علاقه ندارن و مبتدی هستن، راحت باشه و بتونن بدوزن.